دوستان چرا بیدید و گلون نگندن. دوستان سلام، چه خبر؟ خوبه؟ سلامتی؟ بالاخره یهته. بالاخره یهتن به امید الله. ما انشالله لوتیم بریم سفری می دوره بریم یوجاوا، بریم به کوهی انشالله منندن برابش ده شستی هنگه گنگتون در کنار هم سفر کنن روین دوره همی انشالله به منطقه چوکالکی. یک منطقه بسیار خوب، آرام، هوا خنک عالی. چوکالکی غولار تا 2 سال پیش داده. چوکالکی ما جا داریم موچی برابر یار باش. شما را برای نشانه دهیم اگه شما پسند کرده جای با صفای کوهستانی سریع بعد رو ناک چوکالکی غولا. بله من 2 سال پیش به برای بچه قول دادون، فرصت نبود دهنو که مروچی انشالله چونتومه 27/6/1403 هنوم روین یک منطقه بالاخره همشما هیزم جمع کنین و ما همراه به که چوکالکی ها انشالله لوتن کلن چراغانی کنه که هیزم ها. اوکی آقا ما یادن بله منطقه دادگاه آقا حرکت که رینگ درنگ هنو بیام مارب گرن برم بیت یک در دیمتر برم خانمان مرزبانی یاده آقا یک که توتی دلی هشته و حسیل نکه که هنو غازی چیزی بی کتی نیروهای محترم بله هنو توار برس کرد. قلبک میخواستی اینهاش عاشق و هلاک میخواستی اینهاش مگه نه این که میون عاشقات تو یه سینه چاک میخواستی اینهاش آره اون عاشق دیونه منم. معدن آقا بریم معدن آقا معدن انشالله. اونی که قدر تو میدونه منم به خدا اون که یه لحظه نفس این خیالت تو نمیمونه منم. آقا ما لوتیم برم انشالله معدنم. آن راستی یک چی داری لوتم گوشه ببخشید عزیزان، ما در روین همه چیزی که هوشک بوده بزرگواران دلبندان من برادران من ما هنومش ما روین سیل کنه که ما چونین چیز داره کنیم شهایی دومایی را ما داره کنه یا آب اونتای را ما داره کنه که دیگه سبزن نبید نه درخت هایی که شاخ و برگ دارند زندگان نفت کشن اشما هوانه در کنه. نه ما فقط روین ایزون میدشه شمیه چیزایی که به قول یاره گفتنی دیگه سبز نبید انشاءالله. بهش ما بلوچش بانت یاره. هلا بالليلي هلا تاني العمر هلا
یرگی چیزی پدایت که سیل کنشن هفته ما یه هر کاری ما کود لگت جت انتقام شفاعت یک ریز بلوتی که دو سه بار برا خواب برو من نگاه داشتم برو این گره ماجر هذا باید گرب داتنی برو نگه نگه بابا برو بچه اول جوازی که تبجی یه کاری کو اول جوازی که یواش یواش برا شو تو جاکت جا جاك وين كان برا جاك يا فدا جاك يا فدا جاك يا فدا اول تيه برا اوكي تمام شو ده يا برينا نبغى چیه کنالی؟ کنایی؟ موره چرته جوش وارته چیه؟ این ریزه هاشین یه ساک چین که داره نبید باید برم برو شکلامون اینطوری عجوله شده واجه دیگه دارن هیزم جمع کنن دیگه باید غیافه یشن باند انشالله زندگ منتون چی؟ روز چه و؟ روز موعوده که انشالله زندگ منتون شیش دقیقه کنه انشالله یا درب بالاخره شانش بوند جای پروشت چیزی ناسه کن دیگه ویل کارا پچی تچیه کنه که کارا دیگه چه مکن نه دیگه شریعه داری کنم ولی ماشین یک یک دیگه دار یک دیگه سوال چه حواس کنه چی بولیم؟ سلام علیکم سلام بریک خوبی سلام دیر بوی شروع چواب چما ما که ساعت یک من گویی کشما دیر کو چه خبر؟ سلامت خوبی؟ سلامتی آقا رام؟ سلامت آقا خیر پیش انشالله به امید خدا بعد شب شد به هوای تو سنم